خود سرگذشت و صاحب تجربه هستیم. یا راه راست را برای ما نشان بدهید یا راه راست را ما برای شما نشان میدهیم. هرگز بهشتیان و دوزخیان یکسان و برابر نیستند. بهشتیان به همه آرزوهای خود رسیدند و رستگار و پیروزند. اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم یقینا آن را از ترس الله خاکسار و از هم پاشیده می دیدی و این مثال ها را برای مردم می زنیم شاید که فکر و تفکر کنند. قسم به الله که چی حال و روز است، چقدر تحمل کنیم تا به کی بس است. نه پدر حمایت ما می کند، نه مادر، نه بزرگان، نه آگاهان، نه فامیل ها. ما پاداش خود را از الله متعال می خواهیم. در گذشته می گفتند که پیش طبیب چی می کنی؟ پیش سرگذشت برو. اما پیش سرگذشت که می رویم می گیم پدر جان، مادر جان، کاکا جان، عمه جان، شما خود سرگذشت و صاحب تجربه هستید. یا راه راست را برای ما نشان بدهید یا راه راست را ما برای شما نشان می دهیم. باز مادر جان یا بیبی جان یا عمه جان یا پدر جان میگه بچه‌م شب جارو نکو، اینجا خو مرده خانه نیست. روز دوشنبه کالا نشوی که تهمت میشه سر. ناخونهای دست و پایت را یک جا نگی که خوشی و غمت یک جا میشه. سر لخک دروازه استاده نشو یتیم میشی. دست زیر علاشه نشین یتیم میشی. شب حمام نکو شیشک جور میشی. موهایت را در یک سوراخ چخ کن که سر به جای قرآن است نعوذ بالله. جنازه از پیش خانه تیر شد دستت را در سرت بگی اگر نه سایه مرده بالایت میشینه. بیل را سرچپه بان که گناه داره. کارت را سرچپه بان که گناه داره. اگر روز 3 روز جمعه روز 45 نگیری مرده روی بهشت را نمیبینه. زیر پای عروس قربانی کن. سر زیارت ها دستمال گل سیب بسته کن. پایت در پشت پای کس خورد جنگ میشه. کالا در روز چهارشنبه نشویی که مرغموری میایه. کفتر را نخوری جن داره. در زیارت برو میخ بکوب، دندانهایت درد کرد دردش میخ کن. روی تاله طبیبی چی نوشته است؟ بند بسته کن مرادت را بگی. پیسه بده تعویز بگی. نان هندو را در طفل بده که زبانش جور شود. در روز اول سال نو سرت نشوی که لرزانک میگیرید. دستت خارید پول میآید. پایت خارید جای میری. قیچی را غرض نگیری که جنگ میشه. شب ساجق نجو استخوان مرده را میجوی. در گردنت دانه برآمد دولت موره است. میگن این سرگذشت و تجربه ما است. و صدها خرافات دیگری که به نام سرگذشت و تجربه بزرگان گفته میشه که تا 2 ساعت دیگر برایتان بگویم خلاص نمیشه. بنا به الله وقت ما میگم ما و شما خو مسلمان هستیم، لباس ما، خوراک ما، رابطه با مردم، حلال و حرام، عروسی های ما را باید اسلامی بگیریم، ارزش های اسلامی را باید مراعات کنیم. میگن بیشی خودم ملا جور کردی سر ما. ما همه چیزها را میدانیم. آل خود تمام مردم میکنن، ما هم میکنیم. یک ما اگر عمل اسلامی کنیم کجا را میگیره؟ تو ملا از کجا شدی؟ یا تو از چی وقت ملا شدی؟ میگن او بلیاز الله این چی حال روز است. این تجربه تان، این سرگذشتتان زندگی تمام اولادها را خراب کرده. پدر، مادر، کاکا، عمه که تاپه ملا را بالای ما میزنه دیگه گلس کی کنیم؟ پدر جان، مادر جان، کاکا جان، عمه جان، این را باید ما بدانیم. هر کس که مسلمان است بالای او فرض است علم دین مقدس اسلام را بداند. اسلام به خاطر ملاها نامده که هر کس یک چند کلمه که از اسلام گپ زد وقت ملا شود. در اسلام به نام ملا کسی وجود ندارد. هر کدام ما باید علم اسلام را بدانیم. قرآن به خاطر تاقچه بالا نامده که افت پوش کنیم که خاک نزنه، یا وقت مرده شد یا ختم یا عروسی داشتیم قرآن را پایین کنیم بالای مرده بخوانیم، یا ختم گفته بخوانیم یا بالای عروس بگیریم. بلکه قرآن برای همه ما آمده که طریقه زندگی کردن را برای ما یاد بدهد. از قرآن پرسان کنیم که زندگی خود را چگونه به پیش ببریم، نه تقلید از دیگران
یا تقلید از مردم، به شما میگم پدر جان، مادر جان، کاکا جان، عمه جان، من ملا نیستم و نمیخوام کسی مرا ملا صدا کند. من یک مسلمان هستم بس. و از همه جالبی است که هر کس را بگوییم کاکا جان دخترت، زنت حجابش را مراعات نمی کند، باز شانه ها را بلند کرده به شکل تمسخرآمیز میگه بچه مال تو خوردستی. باز یگان انسان هایی که تحت نام دین یا زیر پوست اسلام در آمده به نام ملا در بین مردم مشهور است که هر خطا و اشتباهی که کنه باز کاکا جان در خط میکشه و ویدیوهای ملا صاحب را برایت روان میکنه، میگه بچم اسلام همی است. اما اشتباه اساسی این است که ما انسان را مطالعه میکنیم، بلکه الله متعال عقل را برای ما داده که اسلام را مطالعه کنیم، نه انسان را. اگر ما از عقل خود استفاده نکنیم، انسان را بالای اسلام قضاوت کنیم، پس ما بیعقل هستیم. حتی حیوان گفته میشه، چون فرق بین انسان و حیوان عقل است. حال یک بار به خود بیاییم که ما کی هستیم. آیا با خود صادق هستیم یا حرفها و تاپه ها را بالای این و آن که میزنیم آیا واقعا بر حق هستیم؟ اگر واقعا خودتان را بر حق شمار میکنین، اگر از روی خودتان نمیشه، حداقل اولادتان را بانین که اسلام ناب را بیاموزد تا شما را از آتش جهنم نجات دهد.